میشناسد گیاه کاسنی شما همه میشناسند نگویید همین طبیبات نمیشناسند به زبان روسی میگن چیکوری از این تیار میکنن کافه حاضر میفروشد همین سوپرمارکت و اینا. اما در طب اسلامی هم اینا میگن که هر شب قطره از بهشت در روی برگ کاسنی میچکد. همین منظور از قطره چی باشد من نمیدونم، لیکن هم تو فکر میکنم که صبحگاه و بعد از نماز این یک گلی کبوتک میکند. وقتی که همین نمازی بامداد به تمام میشد، آفتاب که میبرد، همون گل دوباره گم میشد. من همینا همش گلن، من دیدید این همین شب همین سحر گل من هفتگی همینا هر اگر همین باز سحر دیگر میبینید که با همینا گل کردن. این یکم درمانش بیاد مثلا برای سوختگی استفاده کرده میشه. درمان سوختگی یک داروی بسیار عالی. بعد یکی دیگر کاربردی زیاد دارد برای نسل فرزند پسر شدنش، فرزند دختر شدنش. کی باید خوره، زن باید خوره، چی میشد، مرد باید خوره که پسر میشه دختر میشه. این تاثیر دارد برای نسل تاثیر دارد. یکی دیگر چیزهایی که در بین جمعیت بیماری زیاد، بیماری دیابت، بیماری قند، این چیز هم برای دیابت خیلی خوب. فقط می‌ذارم نگاه کنید حاضر همین کسانی که دیابت به گرفتارن اینها داروهای میخورن که باید عمری بعد خوردنشون در کار. یکی اون داروها ضررش چیه؟ تمام بدن موشکش ضعیف میکند، اوسوسه سوس میکند. ببینید تمام اونایی که دیابت هستن اوسوسه خراب میشن، مگر اون که اونها خودشون متخصص باشن و دیگر چیزها کتی چی باشن. اما این چیز، این گیاه کاسنی در تاجیکستان بسیار است. این چیز لبای امریت یکی از کارهایی که میکند درمان دیابت قند. اما این فقط بعضی گیاها هست بعد از 8 ساعت رزولتات سر میکند، کارش نتیجه نشان میدهد. بعضیش هست این اینولین دارد، سحر مثل خورده بعد 1 ساعت تاثیرش میگذاره، بعد 2 ساعت. اما این فعالیتش نتیجه پس از 3 ماه نشان میدهد. وقتی که شما اینو به بیمار توصیه میکنید در کنارش باید گیاهایی تید که کم کم رزولتات نشان داده است. تو از این چیز نگوید که انسان دیر نشان میده، چون که خسته میشه بیمار، روح افتاده میشه. چون که بیمار بسیاری کسانی که میگن افسردگی دارن، بعد وقتی که میگید این دیر رزولتات میده از این دست میکشد. لیکن این چیز در برنامه درمانی هر یک طبیب ضرور است. تشکر. درباره سیب چه گپ میزنن؟ درباره سیب مثلا برگش میخورن، چای کرده میخورن، قیمه کرده میخورن. سیب عامل سلامتی همه چیز. از شما گپ میزنن. باز یک چیز عجیب درباره کاسنی همین است که با از بس که جگر کبد را قوی میگرداند، برابر این دل قوی میگردد، قلب قوی میگردد. دور دینا